امروز جوان و سلام وضو گرفتن دوباره بیهوش شدن. بار سوم وقتی بیهوش اومدن گفتن من نمیتونم، لا استطیع انا آتی الى الصلاه، نمیتونم برای نماز حاضر بشم. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رو دستور بدید مردم نماز بدید. ابو بکر رو امر بکنید مردم نماز بدید. عایشه صدیقه میگه آنچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم بیمار بودن قدم های مبارکش راست نمی ایستادن، علی و عباس زیر بغل پیامبر میگرفتن به مسجد میبردن. این هست قدوه ما، این هست امام ما، این هست مقتدای ما. ما چیکار میکنیم امروز به نام مسلمان، به نام فرزند مسلمان در حکم الله تبارک و تعالی کوتاهی و سستی میکنیم؟ اگر امنیت میخواهیم اسلام سراسر امنیت هست، اگر خیر میخواهیم اسلام سراسر خیر هست، فرامین رسولات الله تبارک و تعالی سراسر خیر هست.